محمد کیست که عالم همه دیوانه او چه شمعیست که عالم همه پروانه اوست. محمد ما از تو میخواهیم خدا را، خدایا از تو حبی مصطفی را. شبی که آن حبیبی ذات بیجون تولد یافت از آمینه خاتون، چنین کرده است آن خاتون حکایت، ز گفتارش چنین آمد روایت. شب دوشنبه در جای تنها علامتها عجایب گشت پیدا، زنان حاضر شدن از خوب رویان، فرامد پیش من از چرخ مرغان که بود من خاره هاشم از زبرجد، پرو بارش یاقوت و زمرد، ز مکان شد جدا آن عالما را، ز رویش نور برند زد مجلا، شده از آن شاه شرق و غرب روشن که دیدم خسروهای شهر را من. دوستان ما آمده در سجده افتاد، ز هر سو می شنیدم نوع فریاد، با بالای سرش ابری سفیده که کردم زن علامتها امیدی، تمامی وصف حسن خوی مرسل به احمد شد میسر جمله اکمل. چنین گفته است آن آمینه خاتون، و پیشم حاضر آمد مصطفی چون تذکرتم بگیردش سبز پوشان که مشغولند اندر خدمت آن. محمد را چو غسل دادن کو پیچیدن اندر خرقه او، بگفتن خلایق‌های بهوش کند این قبر پیرانی خیرد گفت، بهار عمر دینی ما خزان است، معیشت مطلع آخر زمان است، خروجی رحمتا للعالمین است، منور و همه روی زمین است. از او گرمی کند بازار عرفان، شکست افتد بر لشکرهای شیطان. خلیصان را فتاده شور و ماتم، که آمده از عدم تشریف خاتم، همه دین را کند منسوخ دینش، همه دین را کند منسوخ دینش، شود عالم مسخر در نگینش. از او صد عاشق و معشوق پیدا، ز جرعه و هزاران مست و شیدا، زمین و آسمان عاشقی خون گل رویش، دو عالم را دهد او. چگونه امتی تو ای خلق رو نبودی از گلاب عشق او،
گذشت از والدینش گفت امت، گذشت از والدینش گفت امت، اگر تو امتی تو وقت سنت، چرا جان را نمیسازی نثارش، چرا جان را نمیسازی نثارش، کبوتر چون نباشی